أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. بعد از اینکه صنفی از مردم، یعنی قسمی از اول مردم در سوره بقره ذکر کرد الله تعالی و او مؤمنین بود، اهل تقوا، حالا قسم دومی از مردم ذکر میکنه که اینا کفار هستند، کفرشان صریح و واضح است. الله تعالی بعضی از خصلت‌ها و صفاتی از اینها را ذکر میکنه و همچنان نتیجه اخرویشان را ذکر میکنه که در آخرت جای از اینها کجا می باشه. قسمی که اهل ایمان متقین را صفاتش را ذکر کرد و در اخیر فرمود که اینا اهل فلاح هستند، هم در دنیا و آخرت. می فرماید الله تعالی ان الذين كفروا، یقینا آنانی که کافر شدن. کفر در زبان عربی پنهان کردن یک چیز میگه. قسمی که گفته میشه که شب زمین را میپوشاند، همین پوشاندنی شب زمین را امیره به زبان عربی تعبیری کفر هم کرده. و کفر هم پرده است که میآید ایمان را میپوشاند و این پرده مانع میشد که دیگر ایمان وارد قلب شود، او را اجازه نمیدهد. و این پرده یک پرده معنوی است که انسان این را به چشمش دیده نمیتونه. قرآن را ختم و پرده تعبیر کرده و حقیقتا پرده هاییست که به چشم دیده نمیشه. قرآن عظیمشان درباره دو تا دریایی که به چشم فعلا مشاهده میشه، لکن اما پرده از اونا مشاهده نمیشه. دو تا دریا با هم میروند، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. بین از اینها پرده است، حقیقتا پرده است که بالا یکدیگر سرزمین یکدیگر تجاوز نمیکنن، لکن این پرده را ما نمیبینیم و این هم از جمله غیبیات است. و کفر هم پرده است که در قلب انسان، در چشم انسان وارد میشه، مانی قبول کردن حق و مانی شنیدن حق و مانی دیدن حق میشه، اما ما احساس نمیکنیم. ان الذين كفروا، یقینا آنانی که کافر شدن. باز کفر دو قسم است، یکی کفر اصغر و یکی کفر اکبر. کفر اصغر کفری که خصلتی از اعمال کفری است لیکن انسان را از اسلام بیرون نمیکنه، مانند قتل. در نصوص شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کفر معرفی کرده و فرمودن لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. شما بعد از من کافر بر نگردید که بعضتان گردنی بعضی دیگرتان را بزنید. اینجا کافر معنا کفری اصغر است، یعنی با قتل انسان کافر نمیشه، چون اگر کافر شد باز قصاص معنایی نداره و در اونجا کسی که قاتل است او را برای مقتول برادر معرفی کرده. فمن عفی له من اخیه شیء، معرفی کرده، او را برادر معرفی کرده.
باز اگر کافر بوده باشه برادری مسلمان نمیشه به هیچ صورتی، برادر دینیش البته. و دوم کفر اکبر است. و همچنان از کفر اصغر مثال دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اثنتان فی الناس هما بهم کفر، الطعن فی النسب و النیاحة علی المیت. دو خصلتی است که در انسان ها اگر او بوده باشد او کفر است. یکی از این خصلت ها چی؟ طعن به نسب کسی وارد کرده. حالا خصلتی طعن وارد کردن به نسب کسی عملی کفری است، لکن کفری است که از اسلام انسان بیرون نمیکنه، که از گناه های کبیر است. و همچنان النیاحة علی المیت، که سر و صداها میکنه، خود میزنه، موهای خود میکنه و ویلا میکنه سری مرده، این هم از جمله خصلت های کفری است. اما کفری اصغر، نه کفر اکبر که انسان را از ملت بیرون کنه. اینجا در ای آیت که مراد از کفر ذکر شده، مراد کفری اکبر است، کفری که انسان از ملت اسلام بیرون میکنه. مانند کسی که من اسلام قبول ندارم، استهزاء به اسلام بکند، یا این که قبول میکنم لکن کبر داره، عناد داره، احکام شریعت بالاش غرور داره، تکبر داره، یا اینکه حلال الله تعالی را حلال میشماره، حرام الله تعالی را حلال میشماره. اینها انواع کفری است که انسان از ملت اسلام بیرون میکنه. یقینا کسانی که کافر شدن سواء علیهم، صفتی از اینها چی است؟ سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینها را پند بدهی، بیم بدهی، برابر است که بیم بدهی یا ندهی، اینها ایمان نمیارن. علتی ایمان نیاوردنشون چی است؟ الله تعالی در آیتی بعدی میفرماد ختم الله علی قلوبهم، علت همیست که الله در قلبهای از اینها مهر لگانده. خلاص قلبی از اینها تاپه شده، تاپه شده که دیگر اجازه نمیده ای تاپه نور اسلام، نور ایمان در قلب از اینها داخل شود. و هرچند که تو نصیحت کنی، وعظ کنی، گپای حق برشان برسانی، دیگر ای تاپه کفر اجازه نمیده که حق در قلب از اینها داخل شود. و علی سمعهم، و همچنان الله تعالی در گوشه های از اینها ختم زده و مهر لگانده که گوشه های از اینها سخن حق نمیشنون. البته اینجا شنیدن به این معنا نیست که اصلا هیچ نمیشنون. مراد از شنیدن یعنی میشنون ولی قبول نمیکنن. اما عدم قبولشان پرده است که اینا را اجازه نمیده که حق بشنون و شنیدنی که از او انتفاع بگیرن. و علی ابصارهم غشاوه، و علت دیگری است که در چشمهای از اینها پرده است، میبینن حق، پرده است که این پرده اجازه نمیده که اینها حق دیدنی بکنن که از او دیدن استفاده کنن و به حق ایمان بیارن و حق قبول کنن. خوی جزایشان در دنیا همیست که اسلام قبول نمیکنن، دلشان و گوشه هایشان ختم زده شده و در چشمه هایشان پرده آمده که حق قبول نمیکنن. در آخرت چی می باشه؟ ولهم عذاب عظیم، و برای از اینها عذاب بزرگ و زیاد است. در کجا؟ در آخرت. بعضی از قومهای کفار البته قبل از امت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن، اونها نوعی عذاب در دنیا هم چشیدن. مانند قوم نوح علیه السلام غرق شد، قوم لوط علیه السلام بالاشان سنگباران شد، دیگر قومها عذاب الهی سرشان آمدن و همراه از که در آخرت هم عذاب داده میشن. اما ای امت، کافرای امت، کم مردمی است که در دنیا عذاب خدا ببینه، به نوعی از عذاب ها سرشان مسلط شود، اما عذابی عظیم و بزرگ و دردناک در آخرت برشان می باشه. الله تعالی از اهل کفر و صفاتی از اینها ما را نجات بدهد.